مسئول است تا با همبستگی آزادی و کرامت انسانی در ایران را پاسداری کند. در ایران حق بنیادین آموزش جای آزادی و عدالت به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است. مدارس و دانشگاه‌ها به جای خانه آگاهی صحنه‌ای برای کنترل و ایجاد ترسند. بسیاری از معلمان و من سالها زندان را تنها به دلیل دفاع از حقوق همکارانمان و دانش آموزانمان تجربه کردیم. این سرگذشت شخصی نیست، تصویری از ساختار سیاسی است که آگاهی را تهدید و آزادی را جرم‌انگاری می‌کند. گزارش‌های انجمن‌های صنفی معلمان در ایران نشان می‌دهد تنها در تابستان سال 2025 دست کم 45 معلم صرفاً به دلیل مطالبات حقوق صنفی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها نقض آشکار آزادی تشکل‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز است که در ماده 21 حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. همچنین در سالهای پس از قیام زن زندگی آزادی حدود 300 معلم فعال صنفی و مدنی در هیئت‌های تخلفات اداری به اخراج، تبعید، انفصال یا بازنشستگی پیش از موعد محکوم شدند. به طور نمونه در ماه اخیر 14 تن از معلمان کردستان اخراج یا بازنشسته اجباری شده‌اند و در کرمان 8 معلم حکم قطعی زندان و جریمه دریافت کردند. همچنین ده‌ها استاد دانشگاه اخراج، انفصال و یا بازنشسته پیش از موعد شده‌اند. با این حال معلمان، دانش آموزان و دانشجویان مدارس و دانشگاه‌ها را به کانون مبارزه علیه استبداد جمهوری اسلامی تبدیل کردند. سرکوب فعالان صنفی و اجتماعی محدود به این موارد نیستند. هفته گذشته نشست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرضای اصفهان با یورش نیروهای امنیتی و بازداشت 18 معلم متوقف و آقای مسعود فرهیخته عضو کانون صنفی معلمان اسلام شهر به زندان کرج منتقل شد. باید اضافه کنم در روزهای اخیر و در سالروز قیام مهسا امینی در ایران برای نمونه در کردستان تعدادی از دانش آموزان هم بازداشت شدند. حکومت با زندان، تهدید مستقیم و همزمان جنگ روانی و تبلیغات فعالان اجتماعی را هدف قرار می‌دهد.